حسن روحانی رئیس جمهور ایران با هدف دیدار و ملاقات با مقامات تاجیکستان و شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای وارد دوشنبه شد. نشست مذکور روز 11 و 12 سپتامبر برگزار می شود. ایران ششمین شریک تجارتی تاجیکستان است، ولی در نیم سال گذشته مبادلات مال میان دو کشور 20% کم شده است. حسن روحانی روز 12 سپتامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جین پین رئیس جمهور چین ملاقات میکند. در شهر بنوی پاکستان مردم بیجا شده مناطق قبیله نشین وزیرستان طلب کردند که آنها را به خانه‌هایشان برگردانند. بعد آغاز عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان در وزیرستان در ماه ایون تقریبا 1 میلیون نفر از خانه‌هایشان گریختند و اکثرشان در شهر بنو پناه بردند. مردم تظاهرگر یک راه اصلی شهر پشاور را بستند و تهدید کردند که اگر تقاضایشان را نادیده بگیرند در اسلام آباد تظاهرات میکنند. در قرقیزستان در آسایشگاه چولپان آتای اسیخکول بازی‌های جهانی کوچومنچیان آغاز یافت. در این بازی‌ها نمایندگان 18 کشور در نوع‌های گوناگون ورزش‌های سنتی و دیگر بازی‌های کوچومنچیان رقابت می‌کنند. یک نوع بازی سنتی قرقیزی با نام تاگوز کورگول سال‌های اخیر در قرقیزستان محبوبیت پیدا کرده است و توجه به آن در دیگر کشورها نیز زیاد شده است. سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند روز 10 سپتامبر به کابل پایتخت افغانستان وارد شد. او با رهبران این کشور درباره همکاری‌های امنیتی و سیاسی گفتگو می‌کند. سوشما سوراج بار اول است که بعد پیروزی نخست وزیر هند نریندرا مودی در انتخابات مهمه به افغانستان سفر می‌کند. در آستانه خروج نیروهای ناتو افغانستان از هند خواسته است که به این کشور اسلحه و مهمات جنگی بدهد، اما هند از بیم عصبانی شدن پاکستان از ارسال سلاح خودداری می‌کند. در بوسنیا ماموران پلیس معاون نخست وزیر، وزیر تجارت منطقه و 9 نفر دیگر را با اتهام دست داشتن در جنایتکاری سازمان یافته، پولشویی و سرپیچی از پرداخت اندوز دستگیر کردند. بازداشت در فدراسیون بوسنیا خرواتیا صورت گرفت که یک منطقه مختار بوسنیا است و گفته پلیس همه این افراد به دزدی تقریبا 7 میلیون و 300 هزار دلار متهم می شوند. اینجا روستای کلاچی است که در سال اخیر در قزاقستان با نام روستای خواب‌آلودان معروف شده است. دانشمندان در اینجا تحقیق دارند که چرا بعضی از ساکنان روستا را یک بار خواب میبرد و بعضی دیگر فراموش خاطر شدن و یا توهم دارند. در زمان شوروی در نزدیکی روستای کلاچی اورانیوم استخراج میکردند، ولی تا حال ارتباط رادیاسیون با این بیماری ها ثابت نشده است.